همین الان میگی کجایی؟ تو به خاطر همین دزدی که انجام دادی زنگ می‌زنم 110. توی همه پرانک هایی که انجام دادیم دوست داشتم یکیش همیشه آخری باشه، یا بهتر بگم انقدر بد باشه که دیگه انتقامی در کار نباشه. ولی هر دفعه سلام، چطوری علیرضا؟ خوبیسیم با؟ می‌خوایم بریم دور بزنیم. می‌خوایم بریم قشنگ ددر دودور کنیم، جات هم خالی. ماشین من می‌دزدی؟ آقا بیا غلط کردیم آقا بیا. آقا چرا روان آدمو می‌بری؟ حامی برای پادکست سامسابری به مدت 2 روز رفته تهران. من و حامی قراره که بعد از رفتن اون با هماهنگی مامانش وارد خونه‌شون بشیم. الان پیش سامی؟ تو استودیویی؟ خب اوکی. خدا. حتی حامی هم داره فکر میکنه که میخوایم بریم خونه‌شون و بعدش ویدیوش آپلود کنم. جان علیرضا. سلام خاله جون، خوب هستی؟ قربونت برم، تو خوبی پسرم؟ فدای شما. خاله جون، من و حامی و خونه‌تون راه میدین؟ چرا نمیدم علیرضا؟ مگه بیرونشون خاله کردم؟ جون، نه خاله، من میخوام بچه‌تون رو پرنک کنم. خاله جون، از مامان من استفاده کرد، سیمبا رو دزدید. میخوام از شما استفاده کنم، دهنش رو سرویس کنم. بیا اودی رو به دزد ببره بعد خدا. نه اودی منو میدزده. پس خاله جون میبینمت. قربونت برم، فعلا خدا. خیلی خوش اومدید. هنوز نمیدونی میخوام چیکار کنم. نه وای خدای من، بیاین. سلام. بدون کمک مامان حامی ما نمیتونستیم پرنک رو انجام بدیم. پس از همین تریبون مرسی خاله. ما قراره از تک تک وسایل حامی کیم بهترین استفاده رو ببریم. رو میشه زودتر بزنیم؟ بذار 17. حس نمی‌کنی نقش یک دزد کثافت و بی اصلا نه خونه به نام حامی نه هیچی، اینا رو همه ما اصلا مهمونی اومدیم. خب بچه عزیزم، اول از همه ما یک روم تور از اتاق حامی کیم داخل چنل من داریم. آقا اینجا 2 تا مانیتوره. یه لحظه روم تور رو باشه. چه بو میده. چرا خنک نمیکنه؟ نمیدونم. داره خنک. اصلا نمیخوایم به بقیه جزئیات نگاه کنیم. ما قراره بریم به دیتیل قضیه. خب اون اسمش اینجا. آخه بده من خیلی نیاز داشتم اینو بخرم. چه پسری ما اسمش استفاده میکنیم. آها فیلم میگیریم باش. آره، و تو ویدیوی تو از کیفیت تصویر اسما میتونی استفاده کنی. دقیقاً. 100% هم هست داداش. من سفیدم، قابم هم سفیده، ولی تو توسی ولی قاب مشکیه. این تفاوت من و توه. من بگم چیکار کن، یه خود نور پردازی اینجا رو درست کنیم. حالا این بالا. آقا دیگه واقعا شد چی؟ اتاق حامی کیم. یه دونه پی سی اینجا هست که مربوط به این مانیتوره. یه دوربین خیلی عزیز اینجا هست. یه پی سی هم این پشته که اوه چقدر وسیله داره. بچه جزئیات پی سی رو من هر موقع داخل هر رومتوری شنیدم یادم رفته و اصلا هم برام مهم نبوده که جزئیات پی سی کی چیه. ما الان فقط کافیه که اینو این قسمت میز یه دونه گرامافون وجود داره که یعنی اینو فقط خرید که باشه، یعنی هیچ وقت از این استفاده نمیشه هیچ وقت. یه دونه اینجا بیلبیلک داره گذاشته که بازم از اون زیاد استفاده گوشی رو بزنم شارژ میشه. دیدی شارژ شد. جزئیات داخل این روم تور مهمه. نگاه کن این زیر نگاه کن. اوه رمز حامی کیم من فقط من بلدم و هیچ. تو داره گوشی من بده. گوشی نه نیست. به اپ سینما داره. راست بازی‌ها رو نگه می‌داره. این هم که ویدیوهای چیزن. ویدیوهایی هستن که قرار شما ببینید. نه علی نزن. این چیه؟ کلا پاک شد؟ وای کلا پاک شد. علی دیوونه ای؟ کامپلت پاکش کردیم. پروژه تو رو دوست داری دیلیت کنم؟ ببین نگاه کن، یه چی بهت بگم. اول از همه اون پروژه ها دوباره گرفته میشن، مثل شب موندن داخل کافه. داش میریم میگیریم دوباره. من آدم آشغالیم. من آدم انقدر آشغالی هستم که توی پرانک ها انقدر بخوام بد باشه که بخواد آخری باشه. میفهمی چی میگم؟ خب این اتاق یکی از وحشتناکترین اتاق‌هاییه که شما روی کره زمین میتونید ببینید. چرا؟ یکی از دلایل خیلی مهمش اینه که این اتاق دیگه کولر نداره. یعنی حامی کیم رسما شب تو سونا میخوابه. خنزر پنزره، زیاد چیز خاصی نیست. چیکار میتونیم با این بکنیم؟ داشتیم با این خیلی جاشو میزنه. خب احساس میکنم که وسایل حامی در نبود حامی نیاز به بازی کردن و استفاده شدن دارن. میدونی چی میگم؟ ببین گردید به این. بذار یوتیوب ببینیم. بچه واقعا جاتون توی اتاق حامی کیم خالیه.
یه سوال میتونم از شما بپرسم؟ ما الان فقط اومدیم از وسایل حامی استفاده کنیم. برای چی؟ حوصله‌ام سر رفته راست شروع واقعا فقط برای همچین چیزی اومده بودیم. چی؟ خوب سوالی پرسیدی. قراره از همه وسایل گرون قیمت هامی کیم عکس بگیرم و بفرستم برای تامنل آرتیستم MK و جوری اونا رو ادیت کنه انگار که شکستن. آقا من اون 4 تا عکس واسط فرستادم. فقط طبیعی درش بیاری یا میخوام بفرستم برات که بشکونش همه رو باشه حل. فعلا خب آمیکاین دهنت صافه. ما فقط یه کاری میکنیم که توی این مسیر برگشتی که داره میاد یک کم با عجله تر خطرناک به درک. ما الان باید منتظر بمونیم تا MK عکس ها رو برای ما بفرسته و ما دقیقاً همون عکس ها رو بفرستیم واسه هامی. همین کار ما همینه. نه این کاریه که MK باید انجام بده. کاری که ما قرار انجام بدیم خیلی متفاوت تره. واقعیتش پوکیدم بچه‌ها. یه نگاه به غذاهامون بندازید. تا تهش هم لیست زدیم واسه شو بخوایم. بچه این زیر سیگاری نیست، اون نمکدونه. نمیدونم چرا شبیه زیر سیگاریه. وای الان چیزی که حال میده می‌بینی چیه؟ چرت بعد نهار. حاجی MK عکس‌ها رو فرستاد. پرام جورم. خدای من. الان باید بفرستی حالش رو ببریم آقا. خب عکس‌ها رو همین الان بفرستم واسه کیم ببینیم که چقدر خوشحال میشه که ما الان داخل اتاقش حضور داریم و داریم فرانکش میکنیم. هامی جونم بیا دردت به جونم. هامی جونم بیا دردت به جونم. الان با صبر کنیم که هامی جواب خدایی پشمام ریخته. الان 4 تا عکسی که دارید می‌بینید یکی از اینکه واقعا من می‌دیدم می‌ریدم تو خودم. اینم دیده ریده تو خودش. الو بله اتاق من چه گویی میخوری؟ بله داریم. چون نداری همچین کاری بکنی. جدی میگی؟ آره میخوای ازش ویدیو بگیرم بفرستم؟ خودت بابام میذاره. داداش من از مامانت و بابات اجازه گرفتم که همچین کاری انجام بدم. بعدشم پولشو دارم بهت میدم. همش هم بهت میدم. خوبه؟ فقط الان بیا میخوام دوست دارم وقتی که برگشتی رشت و توی اتاقت بودی هر موقع به صفحه تلویزیونت نگاه میکنی کی تو رو تو اتاق من راه داده؟ مامان خوشگل و زیبات، خاله عزیزم. با مامانم همین سیمبا رو برمیداری میدازی دهن تو سرویس میکنم. حاجی ما هنوز دوربینشو چیز نکردیم. صبر کن بذار اینم از دوربینش. دهن گوشاتی تو گوشاتر علی گذاشت. این شعار امروزمون. این پرانک تازه قرار شروع بشه. قراره که قبل از برگشتن هامی کل اتاقش رو با وانت ببریم به خونه خودم که وقتی برگرده با یک اتاق خالی روبرو بشه. همه وسایل رو میتونیم ببریم الا تلویزیون باید حتما کارتون باشه. تلویزیون رو ما نمیبریم ولی تلویزیون رو هم قایم میکنیم توی همین خونه قایم میکنیم ولی بقیه اجناس همه باید برن. نکنین کارو. سیستم یکم سختیش برای خودمه. نکن وقتی که برسه فکر کنم ساعت هولوش مثلا 10 این برا باشه. خب و اگر هم بخواد مثلا اینا رو بذاره سر جاش یعنی دوباره همه وسایل برگرده اول باید بیاد خونه ما همه وسایل رو دوباره بار بزنیم بعد دوباره بیاد برگرده خونه. چرا؟ دلم میخواد. اما خیلی باید مواظب باشه که او شیت یا علی برای اینکه متوجه نشه همه آیتما کجاست ما نباید بذاریمش داخل اتاق خوابش. باید تلویزیون بره داخل اتاق مامانش اینا. خب اتاق تقریبا خالی شده. فقط اینم دیگه جمع می‌کنیم چون واقعا استفاده نداره براش. اینو خودت میاری من دهنم سرویس همه رو جابجا کردم. همه رو جابجا کردم. یه دونه تلویزیون جابجا کردی آوردی اون ور. یه دونه مانیتور هم برداشتی آوردی پایین. هیچ کار کردی قربونت برم. تو اونو بردار من اینو بردارم. آره همون تعلیم میگیرم. دست شما درد نکنه. متاسفانه این قسمت رو نمیتونستم که برداری کنم چون جلو در خونه‌شونه. آدرسش رو هیترا پیدا کنن زنلت رو پارش میکنن. البته اینم یه پرانک خوبیه. صبر کن یه لحظه. خسته نشدی علی؟ 70 تا پرانک فکر کنم تو این طول این یک روز انجام دادی. یکی اونور یه کارو میکنی اینور یه کارو میکنی بعد میری اون کارو میکنی. منم که باید برم. من باید برم داشت. متاسفم. من عروسی دعوتم. نکن تو رو خدا منو تنها نذار. من جدی عروسی دعوتم. قرآن مجید منو تنها نذار. بیا با هم دیگه اتاق رو بچه‌ها نشون بدیم. بچه‌ها این اتاق این اتاق بعد یه سری الان میگن تو فکر کردی وسایل نبردی خونه اتاق بغلی. بیا دهن اون سری شده. این اتاق مامانشینا باشه. بیا
آقا فکر نکردیمش کاری دهن ما رو سرویس کردید آقا. احساس میکنم با این پرانک بیشتر خودم رو دارم پرانک میکنم. انقدر که من نکن دور شو از من، انقدر که بار بردم بالا پای دهنم سرویس شد. جان حضرت عباس نرو، حامی تو رو خدا تنها ندار. الان دقیقا تو تایم بازی ایران و قطر هستیم. الان ما برم پایین با بابای حامی بشینیم با هم یه فوتبال نگاه کنیم. من این اتاقو میذارم کنار. حامی هم فکر کنم تازه راه افتاده، نمیدونم اصلا هیچ خبری ندارم، ولی اگه بیاد احتمالاً زنگ زدناش هم شروع میشه. ساعت 7:30 و من همینجوری باید بشینم تا احمد بیاد. ساعت 8:30 و میخوام با حامی پیکامی با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم دنیا دست کیه. چه خوشگل شدی، بذار بچه‌ها ببیننت. اوه خاطرخواه پیدا کردی، مخصوصا کلی پسر. چه خبر؟ نه 3-2 ایرانه داداش، حامی رو ول کن. 3-2 قطره. حامی هم اگه بخواد بیاد احساس میکنم سمت ساعت 11-12 میرسه. کل مدت دارم با بابای حامی فوتبال میبینم. آقا برو 2 تا بردار از چیز عروسی. چی بردار؟ 2 تا. برو عروس رو بلند کن. خداحافظ. یعنی تنها چشم امیدم بازی ایران و قطر بود که به محض اینکه تموم شد انگار تنها چیزی که میتونست منو سرگرم کنه رو ازم گرفته بودم. ولی بعد از هولوش 3 ساعت، ساعت 1:02 شب هنوز نیومده. وای خدای من، کم کم دیگه جای دوربینا رو معلوم کنم. کجا قایمش میکنم؟ کم کم داشتم احساس میکردم که حامی نزدیکه و باید شروع میکردم که جای دوربین ها رو معلوم کنم و دوربین ها رو دقیقاً جاهایی بذارم که مطمئنم حامی پیداشون نمیکنه. تا نور هست بهتون میگم من قراره تو اتاق مامانشینا بمونم. نمیدونم حالا دوربین داره خوب منو میگیره یا نه، ولی فکر کنم من قرار نیست از این بعد ببینید، فقط حامی رو قرار ببینید. الو میدونم یه دوربین تو اتاق گذاشتی، کجایی؟ 100% من باید تو خونه باشی. کجایی؟ ببین نگاه کن، کل روز تو جاده بودم، اصلا اعصاب ندارم. کجایی؟ همین الان میگی کجایی؟ تو به خاطر همین دزدی که انجام دادی زنگ می‌زنم 110. کجایی؟ ساعت 1 چند فیلم می‌بینی؟ وسیله کن. کل کل رو صبر باشه پرنکه. از ساعت 3 ظهر تو ترافیک تهران منتظرم بیام اینجا، همه دارن پا میشن بیان شمال. خب اومدم اتاق من هیچی توش نیست. پرنک یه روزی باید تموم بشه پرنکا دیگه. نه باید تموم بشه، باید تموم بشه دیگه. درسته دیگه. دهن منو تو تمام از وسیله‌های من کو الان. اوکی می‌کنم. آقا چیکار کردی وسیله رو؟ بذار من قطع کنم. شکسته شده رفته. وسیله‌ها شکسته شده رفته. تلویزیونم داشت نگاه کن. ببین اوه تلویزیون، وسایل، همه اینا رو میاری میذاری سر جاش. اینا همین الان زنگ میزنم سر. اصلا کاری ندارم. اصلا کاری ندارم. زنگ میزنی. آقا پرنک به خدا. آقا یعنی چی؟ من میدونم پرنک، نه واقعا دزدیدی. بذار سر جاش. تلویزیون من کو؟ تلویزیون تو بهت میدم. ولی بقیه وسایل‌ها خونه. ببین منو. ببین من وسایلتو برات میارم. ولی با فردا صبح بیای. اوکی؟ درک میکنم تا من دیگه. حالا دیگه یه جورایی باید این یا این آخرین پرنکه یا این آخرین پرنکه یا اینکه بازم میخوای ادامه بدی. من شکستیشون. نه نشکندمش. سالمم. ولی الان اینجا نیستم، تو خونت نیستم. خودم الان خستم. بذار فردا صبح میام.